نام خدا، با سلام، با سری دوم از آموزش خط و زبان فارسی قسمت 8 در خدمت شما هستیم از رادیو تاجیکی خراسان رضوی. در این قسمت مثل جلسه قبل چند کلمه داریم که به حروف لاتین نوشته شده و چند جمله به علاوه حرف اضافه هایی که در جلسه قبل به شما یاد دادم. شما طبق معمول ویدیوهای سری دوم باید این واژه ها رو به فارسی بنویسید و بعد چند جمله رو با همدیگه تمرین میکنیم. خب به دست من دقت کنید. این واژه چیه؟ کتاب. کتاب. خوب به دست من دقت کنید. کباب. که ا و ا رو توی فارسی نمیذاریم. کتاب، کباب. کره. کره به معنای باتر. کره. کره. کره که هیچ کدوم از اینها رو در فارسی نمیذاریم. معنای این واژه ها در جمله مشخص میشن. کره به معنای بال هست. نمک. نمک. سالت. نمکدان. 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 نشست. نشست یعنی گذشته فعل سیت هست. نشست. دست. دست. دوست به معنای friend. دوست. حالا اینجا چند تا جمله داریم که در این جمله ها فعل هست و حرف اضافه و بعضی از واژه هایی که یاد گرفتیم با هم تمرین میکنیم. جمله اول: در زمستان هوا سرد است. همه واژه هایی که قبلا با هم دیگه تمرین کردیم. من می نویسم در زمستان. خوب به دست من دقت کنید. هوا سرد است. جمله بعدی: مادر روی زمین نشست. مادر روی زمین نشست. که باز میتونم این رو به صورت 3 تا دایره بذارم. جمله بعدی: من به دوستم کتاب دادم. من به دوستم کتاب دادم. 3 تا فعل داریم اینجا: است، نشست، دادم که در جمله های بعدی هم از اونها استفاده میکنید. سعی کنید تمرین کنید با این حرف اضافه ها در، روی، به و این فعل ها است، نشست، دادم و واژه هایی که در جلسه های قبل یاد گرفتیم جمله های جدید بسازیم. تا قسمت بعد، خدا حافظتون.